خب درود مجدد بر شما. خدا قوت خدمت شما بینندگان فهیم ویژه برنامه در امتداد قلم، شما جناب آقای یقینلو و جناب آقای برجی بزرگوار. پیرو فرمایشات جناب آقای یقینلو بزرگوار، آیا شما فرمایش تکمیلی دارید؟ ببینید، صحبتی که هستش اینه که جناب آقای یقینلو میگن که اگر کسانی که به عنوان انتخاب کننده میرن در شعب و قرار هست که انتخاب بکنن، اگر یک نظاممند و قانونمند باشه ما شاهد این مسائل نخواهیم بود و اون هیئت اجرایی هم بر این مسائل کسی که پای صندوق نظارت خواهد کرد. این مطلب صحیحی که جناب آقای یقینلو فرمودن این است که بر اساس ماده 25 قانون انتخابات شوراها در شهرهای زیر 100,000 نفر شرط سکونت حداقل 1 ساله کسی که داره میره اون کاندید رو انتخاب بکنه و دست به انتخاب بزنه قید شده. اما شهرهای بالای 100,000 نفر قانونگذار ساکت هست. یعنی مثلا اگر از شهرستان ملارد بیان در شهرستان شهریار رای بدن و اون کسی که در هیئت اجرایی پای صندوق احراز بکنه که ایشون ساکن شهرستان شهریار نیست، مثلا از ملار تشریف آوردن، عملا چون قانونگذار ساکت هست منعی برای اون کسی که داره رأی میده نمیتونه ایجاد بکنه. پس این فرمایش جناب آقای یقینلو در این مورد صحیح هستش. بسیار عالی. با شما هستیم جناب آقای یقینلو به عنوان پایان وقت. جناب آقای برجی، تایید صحت و سلامت انتخابات با کیه؟ با هیئت اجراییه. هیئت اجرایی شاید 4 تا 3 تا، در بعضی جاها 4 تا، در بعضی جاها 3 تا شخصیت حقوقی داره. بقیه شخصیت‌های حقیقی هستن که از دل اون 30 نفر میان بیرون. درسته؟ معتمد یعنی امانتدار دیگه، از اول برنامه هم داریم میگیم. خب همین آقایونی که شما قسمت اول برنامه اشاره کردید، گفتید که اینا میگن ما تایید نکردیم، اون بالایی تایید کرده. خب یه آدم فاسدی رو که شما تایید نکردید، هیئت اجرایی تایید نکرده در شهرستان، هیئت نظارت شهرستان هم تایید نکرده، این رفته در کشور مرکزی تایید شده اومده، ولی شما اجازه دادید یک انتخاباتی با حضور این مفسدین. شما امانتدار مردم بودید. میتونستید استعفاتون رو بنویسید بذارید اونجا، بگید آقا ما امانت داریم، انتخابات میخواد کشور برگزار بشود میخواد نشود، ما امانت داریم، نمیتونیم اجازه بدیم یه آدم. پس شما هم نقش دارید، نمیتونید بگید که آقا ما نقش نداریم. آقای فرماندار، من پرسیدم ازش، فرماندار قبلی، که گفتم آقا، گفت نه دیگه هیئت نظارت آخرین لحظه اینا تایید. گفتم آقا شما میدونی هیئت اجرایی اینجا دستش رو برده بالا، گفت آقا این نباید تایید بشه، به نشانه رد دستش رو برده بالا. هیئت نظارت هم نظر هیئت اجرایی رو تایید کرده. شما چرا اجازه دادید؟ تشخیص شما به تشخیص خودتون بایستی بیستید. حداقل بگید حالا آقای فرماندار نمیتونه چون مقام حکومتیه، بالاخره وظایفی رو بر عهده داره، اما اعضای هیئت اجرایی شما میخواید 4 سال به عنوان معتمدی که اونجا نشستی و معتمدهای پای صندوق رو هم شما انتخاب کردی، 4 سال میخوای این شهرها رو، مدیرانش رو، تصمیم گیرانش رو شما انتخاب بکنی. از همون اول اگر ایراد رو میبینی محکم پاش وایسا. پس این معتمد نیست. من پاسخ بدم خدمت شما آقای. ببینید من یه سوال از شما میپرسم. شما در سیستم کیفری ما که وارد میشید در نهاد دادسرا با قاضی تحقیقی به نام دادیار یا بازپرس مواجه میشید، یک نظری میده، قرار جلب دادرسی مثلا صادر میکنه، منتج به کیفرخواست میشه، درسته؟ خب این میره به دادگاه کیفری 2 یا دادگاه کیفری 1 و به تبع اون اگه به دادگاه کیفری 1 به دیوان عالی. اومدیم دادسرا تشخیص داد که یک فردی مجرم است یا اتهام بهش وارد است، رد یعنی محکوم شد. دادگاه کیفری 2 یا کیفری 1 هم تشخیص دادش که این فرد مجرمه. اگر این رفت در مرحله بالاتر دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور اساسا نقض شد و فرد براءت گرفت، پس ما باید با این استدلال آقای یقینلو قائل بشیم که اون دادیار یا اون بازپرس یا اون نهاد دادسرا یا دادگاه بدوی که رأی داده بیاد قیام و قعود بکنه، اعتراض بکنه که آقا ما تشخیص دادیم این مجرمه، شما چرا این تشخیص رو ندادی، ما استعفا میدیم. این قیاس ببینید هیئت اجرایی نظر که میده، هیئت نظارت شهرستان در عین مرجع تجدید نظر میمونه. ممکنه فردی در هیئت اجرایی رد بشه، اعتراض بکنه به هیئت نظارت، تایید صلاحیت بشه، یا بالعکس فردی در هیئت اجرایی تایید شده، هیئت نظارت ردش بکنه.
این بازم اعتراض میتونه بکنه به هیئت نظارت استان. ممکنه هیئت اجرایی و نظارت فردی رو تایید نکرده باشن، هیئت نظارت استان تشخیص بده که بر اساس قانونی تصمیم گرفته نشده، نقض بکنه و به فرد تایید صلاحیت بده. اما یه انتقاد دیگه از یه جنبه دیگه که خودم چون باش مواجه بودم در تایید فرمایشات آقای یقینلو این مطلب رو عرض میکنم، اونم اینه که بنده کتاب قانون رو گرفتم دستم، مراجعه کردم به هیئت نظارت شهرستان شهریار و در اونجا گفتم که شهری مثل اندیشه که زیر 200,000 نفره، جناب آقای یقینلو، این هیئت نظارت استان وقتی دوستان رو رد صلاحیت کرده، شما باید ممانعت بکنید از اینکه این اعتراض برود به هیئت مرکزی در مجلس. دوستان عیناً همین جمله رو فرمودن که از دست ما کاری بر نمیاد. در این مطلبی که من خودم برخورد داشتم و مراجعه کردم و استدلال قانونی کردم و به هیئت نظارت گفتم پذیرش اعتراض این دوستان که شما میخوای ارسال بکنی به مجلس غیر قانونی است، این انتقاد به هیئت اجرایی و نظارت وارد. ببینید تمام اعضای هیئت اجرایی در انتخابات دوره گذشته فردای قیامت باید جواب بدن، چون عمدتاً هم مدعی تشرع و به اصطلاح مذهبی بودن رو دارن، خودشون رو آدم‌های به اصطلاح موجهی قلمداد میکنن. یه سوال منو اینا جواب بدن اگر تونستن جواب بدن. قانون صراحت داره، میگه آقا هیچ کسی نمیتونه حضور نماینده نامزد رو در شعب اخذ رأی ممنوع بکنه حضورش رو. شما بفرمایید 20 تا صندوق در شهر فردوسیه بود با نزدیک به 40 و خورده حالا کم و بیش حضور ذهن ندارم نامزد انتخاب. کدوم یک از این 20 تا صندوق نامزد تونسته بود نمایندش رو معرفی بکنه؟ انتخابات دوره ششم یکی از انتخابات هایی بود که نامزدها امکان معرفی نامزد رو نداشتن. خب هیئت اجرایی اومده انتخاباتی رو تایید کرده، صحت انتخابات رو تایید کرده که این انتخابات در محلات در شعب اخذ رأی بدون حضور نماینده نامزد برگزار شد. مطالبه کرده بودند. یعنی چی مطالبه؟ یعنی کاندیدایی که الان میخواد که در انتخابات شرکت بکنه موردی داریم که از فرمانداری خواسته باشه. بله فرمانداری گفت آقا به ما گفتن ایام کروناست و نمیشه و اونجا شلوغ میشه و فلان میشه. خب این دفعه که کرونا نیست. نه میخوام بگم اونم ما گشتیم. ببین من 3 سال روی این قضیه تحقیق کردم. گفتن ستاد کرونا اینو به اصطلاح بخشنامه کرد. گشتیم گفتن ستاد کرونا در وزارت بهداشته، رفتیم. دانشگاه علوم پزشکی ایرانه، رفتیم. دانشگاه نمیدونم فلان، رفتیم. اصلا چنین بخشنامه‌ای وجود نداشت. یعنی از اصل و اساس انتخابات شورای دوره ششم در شهر، در حالی که در جاهای دیگه این اجازه رو داده بودن، در شهرستان به ویژه در شهر فردوسی که حالا من خیلی عمیق روش کار کردم باطله. یعنی الان همین مصوباتی هم که این آقایون دارن به لحاظ شرعی هم اصلا ایراد داره. حالا علیه حال این آقایون هیئت اجرایی و هیئت نظارت هر دو باید در این خصوص پاسخگو باشن. من بیان بشینن ما برادرانه بیان بشینن این ابهامات رو رفع بکنن. ما اگر بلد نیستید، اگر نمیتونی امانت داری بکنی، خب قبول نکن. من امروز این گوشی رو میدم، میگم آقای برزی من این گوشی رو به شما میدم، اینا امانت نگه دار. ایشون یا باید در خودش ببینه که امانتدار میتونه باشه، قبول میکنه، میگه آقا اگر نبود میگه آقا این از عهده من ساقطه، من نمیتونم امانتدار خوبی باشم، میره کنار به کسی دیگه. اینو چه اجباری هست حتما شما تو صندلی بشینی که نمیتونی از حق مردم دفاع کنی، نمیتونی معتمد مردم باشی؟ اگر من این گوشی رو دادم با آقای برجی، یه نفر اومد خواست از ایشون با چرب زبانی این گوشی رو بگیره، ایشون هم این گوشی رو بده، میشه خیانت در امانت. حق نداره به غیر از من به کسی دیگه این گوشی رو من به ایشون ایرادات شکلی که جناب آقای یقینلو میفرمایند کاملا وارده. حتی ما مورد داشتیم که اگر کاندیدایی رفت و گفتش که به تفکیک آرای من در صندوق ها رو بهم لیستش رو بدید، امتناع کردن و ندادند. یعنی در دوره ششم بنده با این مسئله هم مواجه بودم. یعنی ایرادات شکلی هستش که انشالله فرماندار محترم جدید ما و معاونت سیاسی ما و کسانی که قرار هست انشالله برگزار کننده یک انتخابات سالم باشن، انشالله که این موارد در این دوره هفتم رعایت بشه. در دوره ششم این رو هم بگم کلامم تمام. ما رفتیم خدمت های فرماندار قبلی که این انتخابات رو برگزار کرده بود دوره ششم رو،
گفتیم که آقا از این 20 صندوق یکی شما بیارید بشمرید. گفت آقا بازشماری در هیچ جای قانون، شما یه جای قانون به ما نشون بده که بازشماری وجود داشته باشه. خب ما دیدیم خلأه. اما همین بازشماری رو برای شهرهای دیگه انجام دادن. عجب. برای شهر دیگه انجام دادن، برای شهر فردوسی انجام نشد. گفتیم آقا 6518 تا رأی مال شهر فردوسی نیست. 5 نفر اول بالای 5000 تا 5000 خورده تا 6518 تا، نفر ششم چند تا رأی بیاره خوبه؟ باید بالاخره تناسبی داشته باشه. نفر ششم زیر 2000 تا. خیلی ممنونم جناب آقای یقینلو بزرگوار، کارشناس محترم و عالی وزارت کشور که شرف حضور داشتید در استودیوی برنامه امتداد قلم، و سپاسگزارم از شما جناب آقای برجی. امروز به عنوان کارشناس حقوقی برنامه حضور داشتید، اما شما صاحب امتیاز و مدیر مسئول در واقع پایگاه خبری امتداد قلم هستید. خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. اما همچنان این بحث ادامه دارد و قرار هست ما نتیجه گیری بکنیم. دوستانی که شما نام بردید ان شاء الله شرف حضور خواهند داشت در استودیوی برنامه خودشون امتداد قلم و پاسخگوی ابهامات و سوالاتی که در واقع اینجا به وجود اومد خواهند بود. اگر صحبتی هست بفرمایید به عنوان کلام پایانی، و همچنین شما جناب آقای برجی. شما تشکر می‌کنم از آقای برجی، از حضرت عالی و از مردم هم تشکر می‌کنم که این برنامه رو مشاهده میکنن و از نقطه نظراتشون دوست داریم حالا کامنت بذارن، اگر در اینستاگرام هست استفاده بکنیم، نظرات ما رو نقد بکنن، به چالش بکشن. این انتظار ماست و کلام آخر. خیلی ممنون. شما آقای برجی. تشکر میکنم. امیدوار هستم که بحث‌های مشفقانه و این که روی دلسوزی این بحثا که داره انجام میشه کمکی بکنه که ما انتخابات بهتری رو در سطح شهرستان برگزار بکنیم. ان شاء الله. با امید خدا منتظر پیامک‌های شما عزیزان هستیم. نظرات حضرت عالی و حضرات دوست که بیننده و شنونده ویژه برنامه امتداد قلم بودن قطعاً کمک میکنه برای پیشرفت در واقع جلساتی که ما در آینده در این ویژه برنامه خواهیم داشت. یا علی، خدا نگهدار. فعلا.